عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات من صلى علي 10 مرات صلى الله عليه 100 مرة من صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة من صلى علي 1000 مرة صلى الله عليه ما دام حيا ويغفر له ذنوبه كلها فصلوا على محمد وآل محمد. طلبه های عزیز، برادران عزیز ما، در اول کلام خداوند متعال به بنده توفیق داد که در محضر مبارک شما حاضر شدم. میخوام چند دقیقه در خدمت شما حاضر باشم. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ارشاد فرمودند که صلوات عنایت بفرمایید. امام صادق فرمودند که من از جدم شنیدم که یا رسول الله فرمودند کسانی که من صلی علی مرتن، کسی که بر اهل بیت ما بر ما یه مرتبه صلوات میفرستاد، اللهم صل علی محمد، من صلی علی مرتن صلی الله علیه 10 مرات، صلی علی محمد، کسی که بر ما یه مرتبه صلوات میفرستاد خداوند متعال بر او 10 مرتبه صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر افزودن و فرمودن کسی که من صلی علی 10 مرات صلی الله علیه 100 مرات، کسی که بر ما 10 مرتبه صلوات میفرستد خداوند عالم بر او 100 مرتبه صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسول فرمودن من صلی علی 100 مرات صلی الله علیه 1000 مرات، کسی که بر اهل بیت ما بر ما 100 مرتبه صلوات میفرستد خداوند عالم بر او 1000 مرتبه صلوات میفرستد. پیغمبر افزودن و فرمودن من صلی علی 1000 مرات صلی الله علیه ما دام حیا و یغفر له ذنوبه كلها فصلوا علی محمد و آل محمد، کسی که بر اهل بیت ما 1000 مرتبه صلوات میفرستند خداوند عالم بر او اون زمانی که در روی زمین زنده هست صلوات میفرستد. این فضیلت صلواته. ما باید بلند صلوات بفرستیم. علتش میدونی چیه؟ رسول جای فرمودن کسانی که بر اهل بیت ما با صدای بلند صلوات میفرستند خداوند عالم در دل او که نفاق هست تموم می شود. فضیلت صلواته. به خاطر همین من سعی می کنم که بیان خود را بر صلوات محمدی آغاز کنم که صلوات بدون صلوات خوندن، نماز خوندن عادت هست، عبادت نیست. عادت هست، عبادت نیست. چرا؟ چون عادت یه مثل فرمالیتی، یعنی ما هر روز اون کار رو انجام میدیم، ولی عبادت فرضه.
عبادت باید به معرفت باشد. فقط همین عبادت قابل قبول است که به معرفت باشد. اگر عبادت بدون معرفت هست اصلا قابل قبول نیست. معرفت خیلی مهمه، به خاطر همین رسول فرمودن من مات ولم یعرف امام الزمانه مات میتة جاهلیه. کسی که بمیرد و معرفت امام زمان را نداشته باشد مرگش جاهلانه است. به خاطر همین رسول فرمودن باید معرفت داشته باشید. معرفت خیلی مهمه. معرفت میدونی چیه؟ به معنی معرفت چیه؟ معنی معرفت چیه؟ معنی معرفت چیه؟ معنی معرفت شناختن، شناسایی، شناختن به یک چیزی، شناختن به مردم، همین معرفت. مثلا یه مثال ساده بزنم در خدمت شما. ما میخوایم یک کت و شلوار بخریم. معرفت یعنی چیه؟ میخوایم یک کت و شلوار بخریم، رفتیم مغازه، به مغازه دار گفتیم آقا جون میخواهیم کت و شلوار بخریم، یک کت و شلوار برام بیارید. مغازه دار رفت برای شما یک کت و شلوار آورد. آیا شما همین جوره که میخری و برمیگشتی همین جوره برمیگردی همین جوره؟ نه. اول برای شما چیکار کنید؟ اول باید ببینید که جنسش خوبه یا نه. آره، ببینید قیمتش مناسب هست یا نه، ببینید سایزش مناسب هست یا نه. آره، به دردتون میخوره یا نمیخوره. آره، همه چیز رو میبینید شما باید میخرید. آره، همین معرفت، همین رو معرفت میگن. یه مثال دیگه بزنم. مثلا ما همه ما آقای حسام رو خیلی دوست داریم، بله؟ آره، خیلی دوست داریم. به چه علت آقای حسام رو دوست دارید شما؟ به چه علت؟ چون آقای حسام خادم طلبه سپاهی امام زمان هستن، بله؟ آره، آقای حسام با احترامن، مؤمن هستن، متقی و پرهیزگار هستن، بله؟ به خاطر همین ما آقای حسام رو دوست داریم و احترام میذاریم. همین معرفته. همین رو میگن معرفت، یعنی شناختن یعنی شناسایی داشتن به یک چیزی، شناختن، همین معرفت. ما خودمون ببینیم آیا ما معرفت امام زمان رو داریم یا نه. ببینیم خودمون، ببینیم ما آیا معرفت امام رو داریم. چجوری میبینیم؟ یه عالم بودن، دقت کنید، یه عالم بودن هر روز بعد از نماز دعای امام زمان رو میخوندن و هر روز گریه میکردن و گفتن یا امام زمان، آقای من، مولای من، جانم فدای شما، من هر روز دعا میکنم بعد از نماز، شما چرا تشریف نمیارید؟ آقای ما، من هر روز دعا میکنیم که شما باید تشریف بیارید، چرا شما نمیایید؟ همون عالم یه روزی خواب دید که امام زمان تشریف آوردن. ما گفتن ای عالم بگو شما فلجایی امام جماعتی، بله؟ امام جماعتی، بگو پیش شما چند نفر دارن نماز میخونن هر روز چند نفر دارن نماز میخونن؟ چند نفر؟ عالم گفت آقای ما حدوداً 1000 نفر یا 500 نفر دارن پشت من نماز میخونن. امام سوال رو عوض کردن، گفتن عالم بگو نماز ظهرین چند نفر پیش شما نماز میخونن؟ چند نفر؟ عالم گفت امام یا امام زمانا شاید 200 نفر، شاید 200 نفر یا 300 نفر. امام دوباره سوال را عوض کردن و پرسیدن عالم بگو در نماز صبح چند نفر تشریف میارن و پیش شما نماز میخونن؟ عالم شرمنده شد، گفت امام زمان، آقای من، مولای من، حدوداً 10 نفر یا 20 نفر نماز صبح پیش من میخونن. امام زمان گفتن ای عالم شما هر روز دعا میکنی؟ ما هم هر روز دعا میکنیم بعد از نماز، بله؟ هر روز دعا میخونیم. یا امام زمان بیایید، ما منتظر شماییم. امام زمان گفتم عالم اون تعدادی که در نماز مغرب پیش شما نماز میخوندن
اگر همون تعدادی در نماز صبح تشریف میارن ظهورم خواهد خود شد. این معرفت ظهورم خواهد شد. ما باید اینجور باشیم. ما هر روز میگیم یا امام زمان بیایید تشریف بیارید، ولی عاشقانه صدا نمیزنیم به امام رو. اول باید ما به امام عشق کنیم، عاشق امام شویم، بعد با امام عاشقانه صدا بزنیم تا امام تشریف بیاره. معرفت خیلی مهمه. یعنی اگر ما معرفت نداشته باشیم اصلا هیچ عملی قابل قبول نیست. معرفت اینقدر مهمه. معرفت اینقدر مهمه. کسانی که میگویند ما مطیع اهل بیت هستیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کسانی که میگویند ما مطیع اهل بیتیم، مطیع رسولیم، مطیع اولی الامر هستیم، دروغ بزرگترین گناهی است که ما میگیم که ما مطیع اهل بیتیم. بدون دلیل نمیگم. این حرفی که میزنم بدون دلیل نیست، دلیل دارم. به خاطر همین میگم که بزرگترین دروغ که ما هر روز میگیم که ما مطیع اهل بیتیم چیه؟ میدونی چیه؟ همینه که ما مطیع اهل بیتیم. چرا یه نفر اگه داره مطیع اهل بیت بشه، یعنی مطیع اهل بیت هست، مطیع رسول هست، مطیع اولی الامر هست، چرا داره گناه میکنه؟ چرا؟ یعنی من برای هر حرفی که میزنم برای خودمه. اول برای خودمه، بعد برای شما. چون من هم این لایق نیستم که این حرف رو بزنم، ولی اول برای منه، بعد برای شما. آره، دروغ بزرگترین دروغ همینه که ما مطیع اهل بیتیم. چرا ما گناه میکنیم؟ چرا؟ اگه ما مطیع اهل بیتیم چرا ما گناه میکنیم؟ یه نفر هست امام حسین رو دوست داره. آره، عاشق امام حسینه. کسی که امام حسین را دوست داشت، آیت الله بهجت میفرمودن محال است. کسی که حسین را دوست داشت و کاری را که اونها دوست ندارند کرد، اصلا نیست. کسانی که امام حسین را دوست دارند اصلا پیش گناه نمیرن. این بزرگترین گناه هست که ما میگیم ما مطیع اهل بیتیم. اطاعت بدون معرفت نیست. اول باید معرفت حاصل کنیم، معرفت رو درک کنیم که معرفت چیه؟ معرفت خدا. ما هر روز عبادت میکنیم، بله، هر روز بعضی هم من دیدم هر روز که نماز شب هم میخونن، بله، هر روز نماز شب میخونن، عبادت میکنن. آیا این عبادت عارفانه هست؟ عبادت که میکنیم ما معرفت خدا را داریم یا نداریم؟ اگر معرفت خدا داریم قابل قبول است، وگرنه قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ معرفت اگر ما میخواهیم مطیع اهل بیت بشیم، معرفت خیلی مهمه. چون بدون معرفت اطاعت اصلا نمیشود. معرفت خیلی مهمه. ما هر روز میگیم مطیع اهل بیت هستیم، مطیع اهل بیتیم، مطیع رسولیم، مطیع امام حسینیم، ما امام حسین رو دوست داریم. من گفتم آیت الله بهجت فرمودن محال است کسی که حسین رو دوست داشت و کاری را که اونها دوست ندارند کرد. محال است. یه نفر هست که امام حسین رو دوست داره و هر روز داره گناه میکنه. اونهایی که مطیع اهل بیت هستن اصلا گناه نمیکنن، دور از گناه هستن. در وجود ما حسد هست، در دل ما حسد، کینه وجود داره. من اصلا این رو برداشت نمی‌کنیم که فلان شخص هست که این کارو بکنه. اصلا ما تحمل نمی‌کنیم. یک طالبه باید حاسد نباشه. یه طالبه باید پرهیزگار باشه. این هر برای خدامه. یه طالبه باید پرهیزگار باشه. اون زمانی میتونه بگه من مطیع اهل بیت هستم، من مطیع رسولم،
من مطیع علی هستم، من مطیع امام زمانم. چجوری؟ اول باید معرفت خیلی مهمه. یه مثالی بزنم، یه داستانی هست. معرفت یعنی چیه؟ ببینید معرفت یعنی چیه. یه جوانی بود، داشت روی زمین نشسته بود و داشت غذا میخورد با همراه یک سگ. یه لقمه خودش میخورد و یه لقمه گذاشت جلوی سگ. معرفت یعنی چیه؟ جلوی سگ گذاشت تا سگ هم میخوره. امام حسین داشتن از یک کوچه رد میشدن، دیدن که این جوان داره این کار رو میکنه. رفتن امام حسین پیش اون جوان و سوال پرسیدن ای جوان چرا داری این کار رو میکنی؟ که یه لقمه خودش میخوری و یه لقمه میدید همون سگ، چرا این کار رو میکنی؟ مضطربی؟ گفت بله آقا مضطربم، پریشانم، حالم خوب نیست. امام حسین گفتن چرا مضطربی؟ چرا این کارو میکنی که سگ رو غذا میدی یه لقمه خودش میخوری؟ خودی چرا این کارو میکنی؟ گفت من میخواهم که این سگ رو خوشحال کنم تا خودم خوشحال بشم. نه بنده یه مومن رو خوشحال کنه، میخواد یه سگ رو خوشحال کنه تا خودش خوشحال بشه. امام گفتن چرا این کار رو میکنی؟ اون جوان گفت یا امام میخواهم که آزاد بشم، من فلان یهودی است که من برده اوستم، این برده او هستم، غلام او هستم، میخوام آزاد بشم، من نمیخوام برده او باشم. اگه من 200 دینار داشته باشم من اصلا نمیخوام، دوست ندارم که غلام او باشم، اصلا دوست ندارم. امام رفتن 200 دینار آوردن و گفتن اربابت خونش کجا؟ ایشون گفت همینجا هست. امام گفتن بیا با هم بریم. با هم رای امام رفت، امام در رو زدن، اون یهودی بیرون بود. یهودی بود، داره یهودی بود، بیرون آورد. امام حسین رو دید، احترام گذاشت، احترام گذاشت. یا امام، یا حسین جون چرا اینجا تشریف آوردی؟ اصلا امام حسین رو این یهودی به عنوان امام قبول نداشت، رسول را به عنوان رسول قبول هم نداشت. ولی ببینید معرفت یعنی چیه؟ معرفت یعنی اینه. امام حسین رو خیلی احترام میذاشت. چرا؟ به عنوان یک قبیله بزرگ، یه مردم بزرگ قبیله امام حسین رو دوست داشت. چی گفت؟ حسین جون چرا اینجا تشریف آوردی؟ چرا به من نگفتی من اومده بودیم پشت شما؟ چرا به من نگفتی شما؟ اگه کاری داشتین به من گفتین، من میمودیم پیش شما. امام حسین گفتن ای مرد، این برده توست، بله، این رو آزادش کن. من 200 دینار آوردم، بگیرید اینو آزادش کن. یهودی میدونی چی گفته؟ همین معرفت. میدونی چی گفته؟ حسین جون به خاطر اینکه شما اینجا تشریف آوردین من این غلام را به شما میبخشم. این 200 دینار که شما آوردین من این رو هم نمیخوام و باقی که در کنار خونه ایمون هست من این باغ رو به این غلام میبخشم. چی شد؟ ببین چی شد؟ معرفت. همین معرفت. یعنی اگر کسانی معرفت حسین رو داشته باشن اینه، نتیجهش اینه. چی شد؟ امام حسین گفتن عجیب نیست، چقدر عجیبه. یعنی این جوان داشت یه سگ رو خوشحال میکرد، یعنی سگ هم خوشحال شد، این غلام هم آزاد شد، 2 نفر. یعنی این همه داستان را پیش در خانم یهودی میشنید. اومد گفت اگه اینجوره من میخوام همین الان مسلمون بشم. که گفت؟ خانم یهودی گفت و مهریه‌ای که دارم به شوهرم میبخشم. شوهر هم شنید، گفت اگر همین اسلامه من هم همین الان میخوام مسلمون بشم. چی شد؟ سر خوشحال شد، برده آزاد شد، 2 نفر که یهودی بودن مسلمان شدن. اینه معرفت یعنی اینه. ما باید معرفت داشته باشیم. اگه ما معرفت نداشته باشیم هر حرفی که میزنیم بیفایده‌ای هست، عبادتی که میکنیم بیفایده‌ای هست، اصلا به فایده ما نمیرسونه. این عبادت که ما میکنیم معرفت خدا رو داشته باشیم.
خیلی مهمه و معرفت. آره خیلی مهمه. شناختن معرفت خدا خیلی مهمه. دو حرفی آخر بگم صحبتمون تمومه. امروز رهبر ما شما که دیدین چقدر معرفت خدا رو دارن. آره دیدین شما اونایی که معرفت خدا رو دارن توکل بر خدا هم دارن. توکل بر خدا هم دارن. رهبر چی گفتن؟ معرفت یعنی رهبر چی گفتن؟ رهبر ما از دم فرمودن که امروز امریکایی ها و رژیم صهیونیستی ها فکر میکنن که ملت ایران ضعیف شده. شما هم شنیده بودید شاید این کلیپ رو که ملت ایران ضعیف شده. رهبر چی گفتن؟ رهبر گفتن که انشاءالله یه روزی خواهد آمد که ما نشون میدیم که کی ضعیف شده. ما نشون میدیم کی ضعیف شده. این حرف عارفانه هست. این معرفت، این توکل بر خدا. معرفت یعنی اینه. درباره ما گوگل، چت جی پی تی، شاید دیروز آقای حیدری داشتم و همین درباره همین صحبت پیش شد. بله آقای حیدری همینه. آره درباره همه ما توی گوگل اطلاعات هست. الان چت جی پی تی هم داره درباره ما. اگه میزنید شما که من کی هستم، همه اطلاعاتی که درباره شما چت جی پی داره برای شما میفرسته. ارسال میکنه برای شما چت جی پی تی. یه حرفی بگم بنویسید این رو او انشاءالله این حرف صادق هم میشود. یه روزی خواهد آمد. بنویسید. اگر شما 5 سال بعد، 10 سال بعد یا 15 سال بعد از چت جی پی تی بپرسید که شجاع‌ترین مردم در عالم دنیا کیست، چت جی پی تی فوری جواب میده شجاع‌ترین مرد در عالم دنیا آقای رهبر هستند. آقای خامنه‌ای هستند. یه روزی خواهد آمد انشاءالله. یه حرف من رو بنویسید. 10 سال یا 15 سال بعد این حرف بنویسید حرف من رو. یادتون باشه معرفت خیلی مهمه. معرفت یعنی شناختن، شناسایی داشتن. میدونی زینب معرفت حسین رو چقدر معرفت حسین رو داشت؟ میدونی شما؟ میدونی در کربلا زینب معرفت حسین رو چقدر داشت؟ در کربلا زینب بر پسر خودشون گریه نکردن. چرا؟ چون زینب گفتن که پسر من افضل ترین از پسر حسین نیستن. این معرفت. همین معرفت. بله بابا چند دقیقه که روزه میخونه باید تمومه. همین معرفت. زینب اصلا گریه نکرد بر لاش فرزندش. اصلا گریه نکرد. اصلا زینب گریه نکرد. عزیزان ما، طلبه های ما، من در تاریخ گشتم، هیچ جایی ندیدم و هیچ جایی نشنیدم که زینب بر فرزندش گریه کرده بود. ولی من این رو خوندم و این رو شنیدم که زینب بر لاش قاسم گریه کرد. زینب بر لاش ابوالفضل گریه کرد. زینب بر لاش قاسم گریه کرد. زینب بر لاش علی اکبر گریه کرد. ولی من هیچ جایی نخوندم و نشنیدم که زینب بر لاش آن محمد گریه کرده بود. ولی زینب یه جایی نوشته است اون زمانی که زینب به مدینه برگشت، خانه رفت و دید دو مسلح کوتاهی است.
زینب همون مسلح خودشون را انداختن و شروع کردن به گریه کردن. زینب شروع کردن به گریه کردن. زینب گفتن ای آن محمد به ما ببخشید، من تو رو در کربلا گریه نکردم. برادران ما، زینب در کربلا پسرش گریه نکرد. یه جایی بود زینب نشسته بودن، کنار بابای خودش نشسته بودن. زینب داشتن گریه میکردن. علی زینب رو دیدن، زینب داره گریه میکنه. علی نتونست تحمل کنه، علی شروع کردن به گریه کردن. علی هم خیلی زیاد گریه کردن. من اینجا یه حرفی میزنم، یا علی اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا بودی میدیدی زینب چگونه گریه میکرد. زینب خیلی زیاد گریه میکرد. اون زمانی که قافله برمیگشت به مدینه، تو راه بود بشیر ابن نعمان این داستان رو بیان میکرد. زینب از محمل سر مبارکشون را بینور آوردن و گفتن بشیر ابن نعمان رو بگید بیاد جلو. بشیر ابن نعمان اومد جلو. زینب فرمودن ای بشیر اینجا کجاست؟ بشیر فرمود، بشیر گفت خانم چرا این حرف رو میزنی، چرا این سوال رو میکنی؟ زینب فرمودن بشیر بگو اینجا کجاست؟ بشیر گفت این دو راهی مدینه و عراق. زینب گفتن ای بشیر مرا نبر مدینه. بشیر پرسید چرا؟ زینب گفتن من صبح طلوع که اینجا اومدم، من بوی حسین را استشمام کردم. من نمیخوام مدینه برم حسین جون. و سیعلم الذین ظلموا ایهم انا لله و انا الیه راجعون. صحیح بات